الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم بهر شما عزیزان دل دوام کتاب کتاب زکات از مختصر الوقایه فی شرح هدایه. ما دو درسی رو در کتاب زکات بیان کرده بودیم. امروز که باشد انشاءالله به هدایت الله مهربان شروع میکنیم در زکات طلا و نقره و غیره. و نصاب الذهب 20 مثقالا و الفضة 100 درهما كل 10 7 مثاقیل فیجب ربع عشر معمولا او تبرا. میگوید که نصاب ذهب یعنی نصاب طلا 20 مثقال 20 مثقال باشه. همه طلا 20 مثقال که رسید، مثقال ای تنگه دا کمی کلانتره، یعنی در کف دست میمونیش ای تنگه دا کمی کلانتره و یک مثقال 4 گرم میفریه. همطوری 20 مثقال که در دستش که اومد، همون انسان زکات در گردنش واجب میشه. حالا باز بیان میکنیم. و الفضة لیکن از نقره چی؟ 100 دراهم. لیکن نقره 200 درهم داشته باشد، درهم همون نقرگی داشته باشد، در او زکات واجب میشه. درهمای نقرگی 2 گرمی میفریند. نقره های در دور رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه بود، بعدا در دور حضرت عمر رضی الله عنه کمی با مختلف یافت. در دور دیگر صحابه اساسا او را رنگ بار کردن. بعضی خلیفه ها دا بعدا سوره اخلاص بعضی سوره ها در همون تنگای نقرگی نوشتگی بود. به هر حال تنگای نقره 2 گرم میفرویه یک دونش و طلا یک مثقالش 4 گرم میفرویه. فراموش نکنیم. كل 10 7 مثاقیل قیل فیجب ربع عشر معمولا او تبرا. میگه کلی همه 10 در 7 مثاقیل باشد، یعنی اونها چینک میکردن. ما حاشیه‌اش نگاه کردم، میگه دور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این پله ترازو 10 مثقال میموندن، 10 تنگه نقره را میموندن. در این پله ترازو 5 مثقال طلایی را میموندن، یعنی به هم برابر میشید، زکات حساب میکردن. لیکن در دور حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که طلا مثقال دیگرگون کشید، 5 تنه و 7 موندن، یعنی در او پله ترازو 10 تنگه نقرگی موندگه، در این پله ترازو 7 مثقال موندگه. پس همین را چه حساب میکنیم؟ بعدا ربع عشر حساب میکنیم، معمولا باشن او تبران. معمولانش یعنی همو طلای که حالی کار فرمیدگی باشه، یعنی چالا و نقره کردگی باشه، یا که حالی طلای هم خام باشه. ربع عشر میکنیم. چه ربع عشر؟ اول ما حساب میکنیم از طلا را. خوب اهمیته. اینا یک مثقال گفتیم 4 گرم میفریه، 20 مثقالش 80 گرم میفریه. 80 به 10 کس تقسیم میکنیم. 80 به 10 کس تقسیم که کردیم چند تایش میرسه؟ 80 به 10 کس اگر تقسیم کنیم 8 تایی میرسه. 8 به 4 کس تقسیم کنیم 2 تایی میرسه، یعنی 8 گرم طلا را به 4 کس تقسیم کنیم 2 گرمی میرسه. باز حساب میکنم، یک مثقال 4 گرم میوریه، بعد 20 مثقال 80 گرم میوریه. 80 گرم طلا را به 10 کس تقسیم که 8 گرمی میشوه. 8 گرم به 4 کس تقسیم که 2 گرمی میشوه. ای همه 80 گرم 2 گرم طلا زکات میده. فراموش نکنید. ای نقره باشه چی؟ نقره گفتیم یک تنگش 2 گرم میوریه. 200 تنگه کی باشه 2 گرمی حسابش که 100 200 گرم 400 گرم میوریه. آخوتر نه 3 گرمی میوریه. 3 گرمی میوریه، یک تنگه نقرگی 3 گرم میوریه. 3 گرم که وریه 100 300 تا میشه، با 100 دیگه 600 گرم، یعنی 200 تنگه نقره 600 گرم میوریه. 600 گرم با 10 کس تقسیم میکنیم، با 10 کس تقسیم کنیم 60 گرمی میرسه. 60 گرم با چند کس؟ با 4 کس تقسیم میکنیم قریب 14 نیم، بگیم 15 گرم. ایسنش نبریم 15 گرمی، یعنی 15 گرم. 15 گرمش قریب چند قم میشوه؟ قریب بگیم که 7 تنگه نقرگی میشوه. 7 تنگه نقره 15 گرم میشه. با خاطر که 3 گرمیه که 15 گرم که باشه، اینا بگیم که
سه‌تاش 6 گرم میشود. سه‌تاش 9 گرم میشود. 4تاش 12 گرم میشود. 5تاش 15 گرم. 5 تنگای نقره ای 200 تنگای نقره 5 تنگای نقره چکو میکنه زکات میده. با خاطر که 5 تنگای نقره خودش 15 گرم میشه. نقره را حساب کردم، یعنی 200 تنگای نقره ای 3 گرمی 600 گرم میشه. 600 گرم به 10 کس تقسیم که 60 گرمی، 60 گرم به 4 کس تقسیم که 15 گرم. 15 گرمش 5 گرم میشه. 5 درهم میشه. 5 درهم نقره زکات میده. یعنی تیلوی کارفرمودگی باشد یا حالی تیلوی خام باشد. و فی کل خمس زاد علی نصابی به حسابی، و در کل خمس که زاید شود، یعنی همو ای 20 مسقال داد 5 زاید چید. 5 مسقال زاید چید. 5 مسقالش 4 گرمی حسابش که 20 گرم میشه. 20 گرم به 10 کس تقسیم که 2 گرم میشه. 2 گرمیش میرسه. 2 گرم به 4 کس تقسیم که نیم گرمی، یعنی 50 میلی گرم میشه. 50 میلی گرمی تقسیمش میشه. انمی ای 5 دانه مسقالی که تیلوی زیاد چیده است 50 میلی گرم، 50 میلی گرم چکار میکنه با تیلو زکات میده. در این 5 کی زیاد چیده، یعنی همین تیلو 1 سال در دستش گشت 20 تنه و 25 تاشید. ای 20 تاش میته، ای 5 تا دیگه میته. این از امام ابو حنیفه. نزد شاگردانش میگن نه، ای 20 میته، ای 5 نمیته، یعنی او 5 مگه با 40 که برسه بعدن میته. لیکن فتوا با قول امام نه با قول شاگردش. ای نقرم همچنین. ای نقرم اگر بالفرض کردیم 10 گرم زیاد چید، 10 دانه دیگه زیاد چید، 210 تا شید، 10 تا 3 گرمی سوش که 30 گرم میشه. 30 گرم به 10 کس تقسیم که 3 گرم میشه. به 10 کس تقسیم که 3 گرمیشو میرسه. 3 گرم به 4 کس تقسیم که قریب بگیم که به 10 کس تقسیم باقی به 4 کس تقسیمش کنی 3 گرمه. چند قریب 70 میلی گرمیشو میرسه. یعنی 70 میلی گرم ایامو 10 تا زیاد چیدگی نقره میته. 70 میلی گرمی همین قدر بگیم تقریبا. ایامو 10 تا زیاد چیدگی نقره 70 میلی گرم میته. فراموش نکنه. و یعتبر غالب و این غلب غش یقوم، و اعتبار داده میشه غالبی رو و این غلب غش یقوم قیمت میمونن. تیلو آورد، تیلوی بگیم که ارلش بود. غش گفته جزیره میگن، یعنی با اوهمپورا و بیتری ارلش بود. و اعتبار داده میشه غالبیش رو، یعنی تیلوی توزش اگر زیاد باشه ای تیلوی جزیرش حکمش میکنیم، با تیلوی توزه حسابش میکنیم. لیکن اگر جزیریش بسیار بوده، تیلوی توزگیش بسیار بود، جزیریش کم بود، حکمش میکنیم با تیلوی توزه. اگر جزیریش بسیار بوده، توزگیش کم بود، یقویمو اینجا قیمتش میمونیم. یعنی همون تیلوی که جزیر بود، توزش ایقاق بوده، جزیریش بسیار بود، ایرا در همون بگیم بازار تیلو فروشا قیمت میمونیم. پولش چنده بگن ایام پولش زکات میفروره میتیم. ولا فی غیر ممرع الا بنیت تجارتی، و واجب نمیشه زکات در غیر ممرع مگر بنیت تجارت. یعنی در مرغاوی، در هندوک، در اینها زکات نیست مگر بنیت تجارت. لیکن یک جای کلون را، صحنه کلون را خریدی و جای مرغ پروری رو مرغای پروری کردی تجارت که در حالت زکات واجب میشه. لیکن این مرغایی که در خونه داری در یو زکات نیستن. الا بنیت تجارت عند تملیک، نزد مالی گشتن. یعنی همون مرغوی هم کردی با پول مردم اگر کردی ولی پول خودت نیست، در اینجا زکات در گردن نیست. با خاطر که میگه عند تملیک، یعنی نزد مالی گردیدن. نزد مالی گردن یعنی ای پول خودت باشه، ای پول دیگه کسی بگی ابرات بتی ولی پول خودت نباشه، در او زکات نیست. بغیر ارث. لیکن ارث مقصد از پدرت ارث یا خانه مونده است، همون خانه را چکن میکنی تو میگذاری، بگیم که اجارش میتی، مردم میشینن 100 سمی و 200 سمی و 500 سمی میتن در زندگی صرف میکنی، در او زکات نیست. یا اینکه یک ماشین داده است به همون کار میره میای پدرت،
ای میراث پدر مونده است، دو زکات نیست. بغیر اذا بلغ قیمته نصابا من احدهما انفق لفقیر. میگه هر وقت برسد قیمت همون چی؟ قیمت همون نصاب، یعنی قیمت همون نصاب، قیمت همون بگیم ای نقره باشه یا ای طلا به نصاب برسه، من احدهما یکی از همون، یعنی همون هم طلا داشتی و هم از نقره، از طلاش بگیم به زکات رسید، انفع لفقیری، کدامش البته که همون منفعتناک باشد برای فقیر، یعنی انفع لفقیری، منفعتناک شبته از برای فقیر. مثلا همینجا نقرت بگیم که زکات نقرت به زکات رسید، یعنی نقرهات به زکات رسید. همینجا اگر همون زکات نقرت با طلا بتی همون فقیر برای فایده میکنه، یعنی او میبرد از بازار میفروشه یا دو سم زیادی کار میکنه، همینجا میگه از همون نقره نتی و از همون طلاش بتی، به خاطر که برای او منفعت نکه، یا که این نقره ده پول بتی اگر برای او فایده، همون پولش بتی او خوبه، یا که بگیم که طلا هسته اگر نقره بتیش او ده فایده میکنه، همون نقرهش ده، یعنی کدامش منفعتناک برای فقیره ای هم میگه بته. و یجوز دفع قیمت فی الزکات والفطر والکفاره والعشر نذر. میگه جایزه دفع قیمت در زکات، یعنی همون بگیم گوسفندات به زکات رسیدن، گوسفند نتی و پول شبتی پول زکات، طلا به زکات رسید، طلا نتی و پول شبتی، درسته. و فطر، یا فطری روزه، گندم نتی و پول بتی، یا بگیم که جو نتی و پول بتی، یا بگیم که معویز نتی و پول بتی، درسته. لیکن در دیگر مذاهب اربعه اگر خطا نکنم باید که در فطر بگیم که غیر همون معویز جو و گندم چیزی دیگر داده نشه. لیکن مذهب امام ابو حنیفه میگوید اگر گندم که نخواهد میخواهد که پول بته با پول هم بته، درسته. و کفاره، یا کفاره داری، یکم کفاره داری، مثلا کفاره روزه داری، یا اینکه کفاره بگیم که قسم داری، همونه چکو کردی؟ باید که کمبغلا را طعام تی، همون طعام ندادی پول شدادی، رفتن با همون کمبغلا را خریدن، چی میشه؟ درست میشه. و عشر، یا عشر زمین تا گرفتی گندم نتی پول شبتی، یا عشر میوه ها را گرفتی میوه تا چیندی ای میوه نتی و پول شبتی، درسته. و نظر، یا نظر کردگی بده که الله مرا اگر فرزنددار کنه من یک گوسفند میکشم، الله فرزنددارت کرد، همون گوسفند نکشی و پول شب مردم تقسیم کنی، چیه؟ درسته. و الهلاک بعد حال یسقط بحصتی، و هلاک بعد حال ساقط میشه به حصهش، یعنی بعد حال ساقط میشه به حصهش. مثلا یک انسان 25 شتر داشت، گفتیم که 25 شتر کشید، 5 گوسفند میته و یا بینتی مخواست میته، یعنی یک شتر که یک ساله، یک گبود کسی در 2 قدم میمونه، یعنی یک ساله. همون انسان بگیم که 25 شتر شید، یک سال گذشت، یک شتر داد، بعد حال ساقط میشه به حصهش، یعنی یک سال گذشت از هم 25 شتر یک شتر داد، وقتی هم یک شتر داد بگیم که چند تا بود؟ 5 تا زیادی شید، 25 یعنی 30 تا شید، بعد یک ماه 30 تا شید، همون بعد یک ماه 30 تا شید، بگیم که دیری نگذشته ماه دیگه ده که همون 5 تایی که زیادی بود همون مرد، همون 5 تایی زیادی بود یا 7 تایی زیادی که بود مرد، او ساقط میشه به حصه خودش، ساقط میشه و به همون حصه خودش. ایتا اینه که اینها مردن ما زکات ما چکو کنم؟ بر بگردم؟ نه، او ساقط میشه به حصه خودش. و زکات فی النصاب لا عوفی، میگه زکات در نصاب نه در عوف، نه در عوف. ما گفتیم که اگر 25 شتر شود
یک شتری یا برو میتا، یعنی یک شتری یک سوله میتا. وقتی در 25 تا یک شتری یک سوله داد، 30 تا کشیدی چی میتا، 35 تا کشیدی چی میتا، 36 تا کشی بین تیلابون میتا گفتیم کو، یعنی شتری 2 سوله میتا. یعنی همون میگه زکات در نصاب نه در عوف، یعنی همون 36 تا شو با میتا، این مبینو حساب نیست، یعنی 27 تا میشه، 30 تا میشه، 34 تا میشه، یا حساب نیست، همون 36 تا کشی بعدا زکات واجب میشه. فیجب بنت مخازن ان هلك بعد الحول 15 من ال40 بعیرا. اینا نگاه کنید چی زیبا میفرماید. میگوید واجب میشود بنت مخاز، یعنی واجب میشود که یک شتر یک ساله زکات بدهد. این هلک اگر هلاک شوند بعد حال از 15 من 40 بعیرا، یعنی یک انسان یک سال آیو گذشت، یک سال آیم آدم گذشت بعد حول، یعنی بعد یک سال از 15 من 40، یعنی 40 شتر داشت 15 تاش مرد. ای 40 شتر 15 تاش کو کرد مرد. بگیم که ای 40 40 میگه 40 بعیران، یعنی 40 شتر داشت، 40 شتر که داشت 15 تاش که مرد چند میشه؟ 35 تاش میمونه. ما گفتیم 36 تا که شو با یک شتری 2 ساله میتا، لیکن 15 تاش مرد دیگه 35 تا شید. با همون انسان چی واجب میشه؟ واجب میشه که یک شتری 1 ساله بتا، واجب میشه که یک شتری 1 ساله بتا. این تاینه که بگه 15 تا از من مرد است، این سال زکات ایمه ساقیت نه، باید که بگیم که او 15 تا مرد است، ای 25 تایی که هست، ای 25 تا باید یک شتری 1 ساله چکو کنه زکات بدهه. بعیران و یضم مستفاد وسط حول الى النصاب من جنسه و ذهب الى الفضه والعروض الیهما بقیمتی لاتمام النصاب. میگوید که زم کرده میشد مستفاد وسط حول رو. اینا مستفاد میبینیم ای زاید و علا نصابی بشرای او تولید او هبتی او وصیتی او میراثون او غیره. یعنی اینا مثلا مستفاد وسط چه؟ مستفاد وسط یک انسان یک رفیقش یا ماشین هدیهش کرد یا $500 هدیهش کرد، اینا در حاشیهش میگه که یعنی هدیهش کردن، یا اینکه یا برادرش وصیتش کرد که ماشین مرا بگی، او میراث، یا ای پدرش میراث کو کرد اینی 2 گاو ایت گفت، لیکن در زمین اون 2 گاو پدرش با چی داره او انسان؟ مثلا این مستفاد وسط، یعنی در هم مبین سال کمتر فایدناک به دست میاره، یعنی یگم رفیقش یگم سمش هبه میکنه، یگم مالش میته، گاو مالش میته، یا پدرش یگم گاو مالش میته، یا بگیم که ماشینش میته، همه یگم چیز هدیهش میکنن. حول الى نصاب، همون را در وسط حول الى نصاب بسوی نصاب من جنس مستفاد، ای جنس هم مستفاد و ذهب الى الفضه والعروض الیهما بقیمتی. یعنی همون انسان مثلا یک مثال عادی بیاریم، همون انسان یک رفیقش هبه کرد، هدیه کرد، یعنی 2 گاوش داد، همون 2 گاوش قریب بگیم که 10,000 سومون میسته، با کم تیلو داره، تیلوش 5,000 سومون میسته، الی الفضه با نقره داره، نقرهش با 5,000 سومون دیگه میسته. این 10,000 که رفیقش هدیهش کرده است، قیو 10,000 تنگه و نقره 20,000 شید، زکات 25,000. ولی عروضو بایقه عروض بگیم کمی یا سنگ قیمت بها داره، ایامو کمی سنگ یا ایامو قیمت ها داره، عروض همو را میگن، او 5,000 میسه الیهما بسوی همین ده، یعنی او 10,000 هدیه کردگی رفیقش، قیب 5,000 تنگه تیلو 15 تا، قیب تنگه نقروش 20,000، قیب سنگ قیمت بهاش 25,000، یعنی ایش در بالای ایوش زم میکنه
چیکار میکنه؟ لاتمام نصاب، از برای تام شدن نصاب ای همینجا زکات میوروره میدیه. یعنی باز میگم در اینجا کمی از طلا داره، کمی از نقره داره، کمی از هم مستفادی وسط یعنی هدیهش کردن، کمی از سنگ ایمو سنگای قیمت بها داره، همش جمع میکنه به زکات برسه، زکات میته. و نقصان فی اثناء حول حدرون، و نقصان در اثناء حول حدره، یعنی در مابین سال رفته و که بگیم که 25 تر بود، یا بگیم که 35 تر بود، یا 30 تر بود، 30 تر بود در هم اثناء حول 5 تاش مرد، 5 تاش مرد 25 تاش اومد، یعنی آخری سال شد 25 تا دوره، او در مابین سال 5 تا مرد است، او اعتبار نیست، هم آخری سال اعتباره. 25 تا در آخری سال داشته باشه، یک شتر یک ساله باید زکات بده. یعنی یک انسان اگر رفته و 40 گاو داشت باید یک گاو 2 ساله میداد، در مابین سال 10 گاوش مرد، 10 گاوش مرد، 30 گاو دیگه شمون، آخری سال اومد همون 30 گاو در دست شد، 30 گاو در دست شد، او 10 گاوی که در مابین سال مرده است او اعتبار نیست، ای 30 گاو باید یک گاو 1 ساله بده. اگر رفته و در مابین سال 40 تا بود 10 تاش مرد 30 تا شد، بعد در آخری سال اومد بعد 40 تا شد، یک گاو 2 ساله میته، یعنی مابین سال اعتبار نداره. و جاز تقدیمها حول، و جایز است تقدیم حول، یعنی حالی یک سال ناشیده زکات پیشکی بدی تقدیم کنی درسته، او اکثر یا که 2-3 ساله زکات بدی چیه درسته. ولی نصوبی لیزی نصابی، ولی نصوبی لیزی نصابی، و درست است از برای نصوبی صاحب نصاب. مثلا طلا داری و نقره داری، یعنی طلا و نقره داری، ای طلات به زکات رسیده است، ای نقره نرسیده است، همیجا هم بگوی زکات ای طلا من میتم ای نقره من میتم که خلاص شم درسته، یعنی ای طلات رسیده است ای نقره نه، یا بگیم ای نقره رسیده است ای طلات نه، همیجا زکات اگر هر چه بتیم یعنی یا تش رسیده است اوش نرسیده ای اوش هم اگر بتی چیه درسته، یعنی پیشکی.